یه بار شبیه فیلم‌ها جوگیر شدم، به اولین تاکسی گفتم آقا دربست. سوار شدم، وسط راه گفت کرایت میشه 40,000 تومان. فهمیدم غلط زیادی کردم، خودم از ماشین پرت کردم تو خیابون. 39,500 خرج بیمارستانم شد. بازم خدا رو شکر 500 تومان سود کردم. صاحب کبیرم، تو منظورت مقام عظماست با جریان برجام و این تحریم‌های جدید اینا دیگه. خب راحت بگو، اینجا که غریبه نداریم، راحت باش. بله آقای دکتر، دقیقاً همینو میخواستم بگم که مقام عظما یه تصمیمی گرفت ولی دم به ساعت از غلط کردش هم پشیمون میشه. البته جای شکرش باقیه که مقام عظما یه استراتژیستی مثل شما رو داره که آدمو سر ذوق میارن که همه حرفاشو بزنه. خب حالا بشین تا همچین بذارم تو ذوقت که دیگه بی اجازه نیای سر ذوق. ناکسه تا حالا بحث اره بود و عظمایی که نمیتونست بره عقب یا جلو. الان یه طوری شده که آرزوی همون روزا رو داره. اگه بشوننش رو اره فکر میکنه به جایزه دادن. آخه من که تنها نیستم، این بحث کابینه و دعوای سهمخواهی رو همه رو گیج کرده آقای دکتر. یه طرفی میگن حاجی روحانی خیس برداشته جناح مقام عظما رو حذف کنه و میگه رأی اول مال اونایی است که 24 میلیون رأی دارن. چند میلیون چی گفت ناکس؟ چی آقای دکتر؟ راستش خودم هم روم نمیشد بگم، ولی حاجی روحانی روش شد و گفت. از اون طرف میره با سرای سپاه جلسه میذاره و از یه طرف دیگه میگه کابینه باید فراجناحی باشه. ما گیج شدیم بالاخره با کدوم ساز میخواد برقصه آقای دکتر؟ از اینکه داداششو گرفتن ترسید. خلاصه چی بودی داستانش؟ این که با فرماندهای سپاه نشسته برای زد و بند، خب باشه درست، ولی اینکه چقدر داده، چقدر گرفته، چقدر دائمیه، چقدر موقتیه، نکنه این وسط یکی خط عوض کرده، اینا خب الان معلوم نیست. هیچ کدوم دلیل درست حسابی هم نیستن واسه اون بحث اصلی. دلیل اصلی جای دیگه است که خب من نمیتونم ریزشو بگم. اگرم نگم تو ناکس بیشتر سوال میکنی ضایع‌تر میشه. خلاصه جماعت بدجوری گیر کردیم. یعنی باید دنبال دلیل درست حسابی باشی وگرنه میری پی نخود سیاه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که میلیاردره ازش پرسیدن تو چطوری میلیاردر شدی؟ گفت اول یه جعبه گوجه خریدم، بردم فروختم 5,000 تومان سود کردم. بعد 2 تا جعبه خریدم، فروختم بیشتر سود کردم. بعدش با بزرگم مرد، 3 میلیارد به هم ارث رسید. دکتر علت اصلی این بدبختیه چی شد؟ علت گم شد که. تو از گم شدن علت اصلی نترس ناکس، مثل مقام عظما از پیدا شدنش بترس که الان همه فهمیدن علت اصلی چیه. داستان مربوط به همون گرد همایه میشه که نمیخوام واردش بشم. از همه جا دنیا اومدن گفتم بحث تغییر نظامه. نگو آقای دکتر، هنوزم که بهش فکر میکنم این قلبم تیر میکشه آقای دکتر. الان که بحث تو لیست رفتن سپاه و سیاه‌چالای تحریم مطرحه، اینا رو چه کار کنیم؟ اینا هم مال همونه ده، ولی میکنه ما رو از همونجا استاد خورده. ولی من و تو الان داریم میشنویم. بعضی وقتا طول میکشه که آدم بفهمه از کجا خورده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن راننده تاکسیه به آخونده که مسافرش بود گفت حاج آقا هفته پیش شاهد یه معجزه بودم. یه نفری که شبیه شما بود سوار کردم، همین که پیاده شد همون دم در تاکسی غیب شد. معجزه بود برای خودش. بعد خلاصه این حاجیه دادش هم هوا، جیغ و هوار که پس تو بودی منو رو دریچه فاضلاب پیاده کردی. روشن شد یا همینجا پیادت کنم از بس. آقای دکتر من که پیاده نمیشم، ولی یه نامه داریم از یکی که ظاهراً همونجا پیادش کردن. برای ناشناس موندن گفته که با حروف اول اسم و فامیلم صدام کنین. اسم مستعارش هست احمد علی مطهری دیگه. بله نایب رئیس مجلس. گفته این که تو نظام بحث میشه که یا باید کار عقلایی بکنیم یا آشوبناک. مگه مغز خر خوردیم که خودمون بریم کار آشوبناک بکنیم؟ بعدم گفته البته من برای روشن شدن اذهان میپرسم وگرنه خودم که جوابو میدونم. ایشی بابا علی مطهری از این افعال نیا واسه من. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله،
میفهمیدم معلمه به شاگرده گفت 5 به اضافه 6 چند میشه؟ شاگرده گفت مگه خودت نمیدونی؟ معلم گفت چرا میدونم. شاگرده گفت پس غلط کردی وقتی کلاس رو میگیری با این سوالای بیجا. آیه دکتر این مشنگ رو ولش کنین. بحث کار عقلایی آشوبناک چیه آیه هیچی. دکتر؟ وقتی که گیر بکنی تو سربالایی که مجبور بشی دنبه خر رو ماچ بکنی میفهمی که آدم زیر پرس که حالش جا بیاد از این جستای اضافه نمیگیره. عقلایی دارم میگم همه عالم و آدم گفتن تغییر نظام، تو هنوز افه عقلایی میای واسه من. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمیدن. طرف مرغداری باز کرد روز اول سر یه مرغ کند، به بقیه مرغ گفتش که هر کدوم تا فردا 3 تا تخم نذارین همین بلا رو سرتون میارم. فرداش اومد دید که همه مرغا هر کدوم 3 تا تخم گذاشتن، اما یکی هست که فقط 1 تخم گذاشته. رب بهش گفت نکنه میخوای سرتو بکنم؟ اون گفتش که نه والا به خدا، با التماس گفتش که آقا به خدا من خروسم. روشن شد یه کمی رنگ سفید قاطی کنم که همچین رنگ روشن بگیره. شما به عنوان استراتژیست بهتره که راستش رو به مقام ما بگین. اگه نمیشه بحرانا رو حل و فصل کنه خب صاف بهش بگین بیچاره رو اینقدر سگدو نزنه پشت این مسائل. تو هم نفست در جای گن بلند میشه راکس. نظام رو حواس تو میگی من بهش بگم سگدو نزنه؟ تو هم شدی اون مشنگه پشت پنجره اتوبوس. کدوم مشنگه؟ هیچی. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که یارو عرق ریزان تو سرپاینی دنبال اتوبوس داشت میدوید. همچین مشنگه کلش از پنجره کرد بیرون و با خنده بهش گفتش که فکر نکنم برسی. همین یارو که میدوید گفت ولی تو دعا کن برسم، اگه نرسم فکت پیاده است، من راننده همین اتوبوسم. آیه دکتر همینجا نگهدار پیاده میشیم، وقت برنامه تمومه، وقت برای دعوا هم نداریم. کجا وقت نداری؟ چطور برای سوالات اون مشنگ مطهری وقت داری؟ کل حرفای من مونده بعد برای دعوا وقت نداری؟ آیه دکتر